فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سلام علیکم، خسته نباشید. حفیظ الله هستم از ایران. ببخشید یه سوالی داشتم. این خانم ها میتونن مثلا دستگاه بذارن که شوهرشون راضی نیستن، خودشون دستگاه میذارن، هیچ اعتقادی ندارن؟ من میگم دستگاه برای مسلمان سنی مذهب ناجایز نیست، ولی برای من میگم اشکالی نداره. ممنون، دستون در نکنه. تشکر. بله تشکر میکنیم و بفرمایید. بله، از دیدگاه عموم فقهای اهل سنت و الجماعت تأخیر انداختن در بارداری یا فاصله انداختن در میان فرزندان، خصوصا زمانی که بنابر مصلحتی باشد، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، کاملا جایز هست. فاصله انداختن در زمان بارداری 2 سالی 3 سالی به اندازه به توافق زوجین که انجام بگیرد، این تأخیر در بارداری یا فاصله انداختن در میان فرزندان از نظر عموم فقهای اهل سنت و الجماعت کاملا جایز هست و هیچ گونه کراهتی رو ندارد. بنابراین استفاده کردن از ابزاری که جلوگیری از حمل و بارداری هستند هم جایز هست. دستگاه گذاشتن یکی از این موارد هست اگر واقعا محرز و ثابت بشه که برای زن هیچ گونه ضرر و زیانی رو نداره و موجب ضرر و زیان جسمانی برای زن نمی شود، اساسا این کار جایز هست. منتها بحث رضایت زن و شوهر یک امر کاملا جداگانه هست و رضایت شوهر وقتی که تفاوتی نداره که در میان زن باشه، بحث زن باشه یا بحث مرد باشه، این بارداری میتونه بر توافق زوجین در واقع انجام بگیرد. اما اگر واقعا شوهر که یعنی میخواهد که بچه دار بشود و به همین خاطر هم ازدواج کرده، فرزند رو دوست دارد، میخواد که فرزند خودش رو ببیند و پرورش بکند، در این صورت زن اجازه ندارد که بدون اجازه شوهرش چنین کاری رو انجام بدهد. منتها اگر توافق کردند، شوهر راضی بود، پس در این صورت این کار اشکال شرعی ندارد و جایز است.